از دست حکومت ولایت مختار کوهستان بدخشان 30 سال می شود که در بلا هستم. سببش را نمیدانم. ممکن است که کمی هم باشد که طرفداری راستی هستم. گپی حق را میزنم و مردم را کم و بیش دستگیری می نمایم. برایم نه مقام پرزیدنتی در کارستان نه طلبکاری یگان منصب. فقط از حکومتداران طلب داریم که بماند که ما با آسایشتگی زندگی نماییم. نمی شود. ما به هیچ ارزش مختاریت و مردانگی خود را از دست نمی دهیم. مرحمت، حکومتداران بیایند. من آماده هستم. مرا به قتل رسانید. اما ما سرمون را به شما خم نمی کنیم. حاضر همه ساختارهای تعییناتی مخصوص و نظامیان را به خروق آوردید. آرام ما را بمانید. ما چی گناه کردیم؟ مگر ما به دولت خیانت کردیم یا که به داعش رفتیم؟ امروزها ما را تروریست نام برده هزارها نظامی را به خروق آوردید. بهتر آن است که حکومتداران مرز را حفظ نمایید. به ما چی کار هستید؟ ماند ما با آسایشتگی زندگی نماییم. ای مردم، من یک عمر شما را نفروختم و نمیفروشم. من آماده هستم که برای خلقم 5 مرتبه کشته شوم. به حکومتداران باور نکنید.